به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با معرفی جذابی از کتاب‌ها و نمایشنامه‌ها و فیلمنامه‌های آقای بهرام بیضایی شروع می‌کنیم. و کتابی رو که مد نظر هستش کتاب مرگ یزدگرد هستش که با معرفی این کتاب این پادکست رو ادامه میدیم. بهرام بیضایی نویسنده کتاب مرگ یزدگرد هستش و انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در تهران در سال 1403 این کتاب رو چاپ کرده. لطفاً با من همراه باشید تا این معرفی زیبا رو با همدیگه بشنویم. مرگ یزدگرد عنوان نمایشنامه‌ای از بهرام بیضایی است که در سال 1358 منتشر شده است. یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی در جنگ با اعراب شکست می‌خورد و می‌گریزد و در نهایت در آسیابی پناه می‌گیرد. سرداران برای یافتن او به آسیاب می‌آیند اما او را مرده می‌یابند. نمایشنامه از اینجا آغاز می‌شود. آنها آسیابان همسر و دخترش را به بند می‌کشند و به جرم قتل پادشاه محاکمه می‌کنند. مرگ یزدگرد یکی از درخشان‌ترین نمایشنامه‌های فارسی است. دیالوگ‌های علی‌رغم اینکه به فارسی قدیم نوشته شدند اما در اینجا از تکلف معمول این نوع نوشتن خبری نیست. دیالوگ‌ها روان و شعرگونه‌اند و به گونه‌ای بی‌نظیر گوش‌نواز و شنیدنی. مرگ یزدگرد روایتی مدرن دارد و هر بار داستان مرگ پادشاه به گونه‌ای متفاوت از زبان آسیابان، همسر و دخترش روایت می‌شود و ما از خلال این روایت‌های متفاوت اطلاعاتی درباره شخصیت‌ها، شخص پادشاه و شرایط آن روزگار به دست می‌آوریم. خواندن این نمایشنامه اکیداً توصیه می‌شود. اما بریم برای معرفی زندگینامه آقای بهرام بیضایی. غربت، تنهایی و شکوه. تولد و پیشینه خانوادگی. من جهالت را تایید نمی‌کنم. عاشق این مردمم ولی نه عاشق جهالتشان. عاشق آن استعدادی که درونشان هست و می‌توانند به جهش آنها بیانجامد. بهرام بیضایی پژوهشگر، فیلمنامه‌نویس، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر و سینما 5 دی‌ماه 1317 در کوچه حمام شازده حسن‌آباد تهران متولد شد. خانواده پدری بیضایی در اصل اهل آران کاشان و از خاندانی محترم و سرشناس بودند. جدشان ملا محمد فقیه آرانی متخلص به روح الامین و پدر بزرگ بیضایی میرزا محمد رضا متخلص به ابن روح، روحانی، واعظ و شاعر بودند. عموی بزرگش ادیب بیضایی شاعری نامدار در کاشان و صاحب قصیده مشهوری موسوم به معجزه موسی ید بیضاست. پس از رسمی شدن صدور شناسنامه در ایران نام خانوادگی بیضایی ها از همین تخلص شعری گرفته شد. پدر بهرام میرزا نعمت‌الله زکایی بیضایی در جوانی از آران به تهران مهاجرت کرد و درس وکالت خواند. اما در نهایت به کار در اداره ثبت قناعت کرد. او نیز شاعر و ادب‌دوست بود. مادرش نیره موافق گویا شاگرد پدرش بوده. معلمی به نوعی شغل خانوادگی آنهاست و از این طریق با یکدیگر آشنا شدند. زنی که هوش مطلق است اما زندگی محدود کننده خانوادگی متوقفش کرد. مثل بیشتر زنان این کشور. وقتی از او درباره مادرش می‌پرسند چنین پاسخ می‌دهد:
مادرم زن بسیار باسوادی است، ولی بیشتر از سواد نمونه تمام زنهای تیزهوش و باهوشی است که یکبار خود را وقف خانه می‌کنند و همه استعدادهایشان اندازه زندگی کارمندی کوچک می‌شود و کم کم تحقق آرزوهای انجام نشده خود را در خوشبختی بچه‌ها دنبال می‌کنند و تمام تیزهوشیشان می‌شود دلواپسی. سالهای کودکی بیضایی با خاطرات خوشی همراه نبود. او روحیاتی خاص و شخصیتی متمایز داشت. حرف زور را نمیپذیرفت. بی اندازه کنجکاو و پرسشگر بود. به هر چیز در پیرامونش نگاهی نو و متفاوت داشت. یک جا بند نمیشد و همواره مایه دردسر و زحمت بود. مجموعه بی‌نقص که سرنوشت بیضایی را رقم زد. تنهایی، غربت و طرد شدن. مدرسه همیشه برایش با بیزاری و ترس همراه بود. آنجا مورد آزار قرار می گرفت. از طرفی به دلیل تفاوت‌های شخصیش که نزد دیگران بی‌معنا و غیر قابل درک بود و از آن مهمتر به دلیل تصمیمی که پدرش گرفته بود، تصمیمی که بیضایی هیچ نقشی در آن نداشت، اما تمام عمر تاوانش را پس داد. پدر و عمویش که تباری روحانی مسلک داشتند، پس از مهاجرت به تهران از ایدئولوژی خانوادگی خود رویگردان شدند و این تغییر عقیده زندگی بسیاری را تحت تاثیر قرار داد. بیضایی در مدرسه و خیابان باید پاسخگوی مسئله‌ای می بود که چندان ارتباطی به او نداشت. تحقیر می شد، مورد بدرفتاری و خشونت قرار می گرفت و محکوم به عذابی مداوم بود. در یکی از مصاحبه هایش به کنایه می گوید حتی رنگ آبی چشمهایش هم برایش درد سرساز بوده است. او از آن سالها به عنوان وحشتناکترین دوره زندگیش یاد می کند و شاید همین شرایط سخت بود که بیضایی را از سنین دبستان به سینما کشاند. پناهگاهی امن که می توانست برای مدتی کوتاه خود را در تاریکی آن گم کند، بی آنکه کسی از او و زندگیش چیزی بداند. خود درباره دلیل علاقه‌اش به سینما میگوید شاید چون تنها جایی بود که در تاریکی آن هیچ کس با هیچ کس فرقی نداشت. آنجا حادثه‌ای رخ میداد که با زندگی من خیلی فرق داشت. این را الان آگاهانه دارم میگویم. آن موقع به هر حال دوستدار تمام چیزهایی بودم که در زندگی خودم اتفاق نمی‌افتد. تجربه‌اش را نداشتم یا اینکه جهان دیگری که با زندگی من خیلی متفاوت بود، سالها بعد و در سنین نوجوانی نیز گستردگی تخیل و امکان و کشف تعریف‌هایی که دیگران از جهان دارند و شباهت و تفاوت‌هایش با آن زندگی که ما می‌کردیم، سینما جای خالی بسیاری چیزها را پر می‌کرد و شاید بیشترین مشغله ذهن این بود که در زندگی دیگران این همه تغییر هست و در زندگی من هیچ اتفاقی نمی‌افتد. بارقه‌هایی از علاقه به سینما و تئاتر. کتابخانه شخصی پدرش که حاصل علاقه وافر او به ادبیات بود، فرصت مناسبی برای ورود به دنیای کتاب فراهم می‌کرد. اما وجود بیضایی را کششی دیگر فرا گرفته بود. او بیشتر به خواندن مجلاتی با موضوع هنر و نمایش علاقه داشت. به خصوص خواندن مقاله‌ای در نقد و بررسی فیلم هملت به کارگردانی لارنس اولیویر تأثیر ویژه‌ای بر او گذاشت که نسخه سینمایی نمایشنامه مشهور شکسپیر است. از قضا روزی که بیضایی با پدرش برای شرکت در یک بزرگداشت ادبی همراه شده بود، به دلیل ملغا شدن جلسه به طور تصادفی این فیلم به نمایش درآمد و یکی از معدود خاطرات خوش کودکیش را رقم زد. بیضایی در کودکی چند بار همراه پدر و مادرش به تئاتر و سینما رفته بود که از جمله آنان میتوان به نمایش‌های فاجعه رمضان و بیژن و منیژه و فیلم‌های گنج‌های
مادره و بینوایان اشاره کرد. اما این روند چندان تداوم نداشت. یکی از دلایل آن قطعاً مشکلات مالی خانواده 6 نفره بود که باید اموراتشان را با اندک حقوق کارمندی می‌گذراندند. در سالهای دبیرستان بیضایی سینما را با جدیت بیشتری دنبال کرد. روزهایی که برای اولین بار به خود جرأت داد تا از مدرسه فرار کند و به سینما برود. زمانی که مدرسه ها به دلیل درگیری های حزبی تعطیل شد، او به سینما می رفت و با اندک پولی که برای نهار داشت بلیط می خرید. در سالهای پایانی دبیرستان لاله‌زار را شناخت و در سینماهای آن به تماشای فیلم‌های نظیر تبعید شده، نامه‌های یک زن ناشناس، طلسم شده و مرد سوم نشست. در یکی از روزهایی که طبق معمول به سینما رفته بود، ناخواسته در این مسابقه سینمایی قرار گرفت و اول شد. اتفاقی که علاقه او را برای خود و خانواده‌اش جدی‌تر کرد. داستان از این قرار است که یکی از دوستانی که رفیق فرار از مدرسه و سینما رفتن است، به بیضایی میگوید با هم به جایی بروند به نام سینه کلوب. او میگوید اگر یک شماره امید ایران بخرند و به دفتر آن ببرند، میتوانند بلیط شرکت در سینه کلوب را بگیرند. بهرام فکر میکند دروغ میگوید، اما بعد دوستش مقاله‌ای نشانش میدهد که هژیر داریوش در امید ایران نوشته و این قضیه را توضیح داده است. آنها میروند و به بلیط سینه کلوب را میگیرند. یک شنبه راهی سینه کلوب میشوند. سینما فردوسی کنونی. آقایی به اسم هوشنگ کاووسی میآید و توضیحاتی میدهد. بیضایی میفهمد همان کسی است که مقاله‌اش را خوانده است. سپس هژیر داریوش صحبت‌هایی می‌کند و بعد بین همه ورقه پخش می‌کند. ورقه‌هایی که در آنها پرسیده شده کارگردان فلان فیلم کیست و چه سالی ساخته شده است. حاضران همه باید آن را پر می‌کردند. بیضایی خیال می‌کند که این رسم سینه کلوب است و نمی‌فهمد مسابقه است. آنها برگه‌ها را پر می‌کنند، فیلم را می‌بینند و به خانه برمیگردند. هفته بعد پس از انتشار امید ایران، بیضایی متوجه می‌شود در اولین مسابقه سینمای ایران اول شده است. می‌ترسد چون فکر می‌کند پدرش عصبانی می‌شود. وقتی بفهمد او آن روز به جای مدرسه به سینه کلوب رفته است. برای مشورت با دوستش به خانه او می‌رود که زمان برگشت می‌بیند آقایی از جلوی در خانه آنها دارد می‌رود. بعد که در خانه را می‌زند، مادرش به او می‌گوید آقایی به اسم هژیر داریوش آمد و با تو کار داشت. بیضایی به دنبال او می‌رود و صدایش می‌کند. داریوش می‌گوید به شما تبریک می‌گویم، شما در مسابقه سینمایی ما اول شدید. در آن سالها بیضایی ابداً تصور هم نمی‌کرد که وارد سینما شود. در خانه بزرگ شده بود که اخلاق مداری حرف اول را می‌زد و سینمای فارسی آن روزها چندان خوشنام نبود. از طرفی پدرش که یک طعم تلخ تنگ دستی را چشیده بود، تمایل داشت پسر ارشدش بهرام پزشک یا مهندس شود و یا حداقل یک شغل ثابت دولتی داشته باشد. سرانجام بیضایی تصمیم خود را با پدر مطرح می‌کند. تحصیل و فعالیت در حوزه تئاتر و سینما. پدر تصویر واضح و معناداری از علاقه پسرش ندارد. بنابراین تصمیم می‌گیرد 3 شب مهم را با پدرش سهیم شود. شب اول نمایش اوتلو کار اسکویی در تئاتر آناهیتا. شب دوم فیلم سینمایی 17 روز به اعدام ساخته هوشنگ کاووسی و شب سوم تئاتر بلبل سرگشته نوشته علی نصیریان و به کارگردانی عباس جوانمرد. نتیجه 2 شب اول چنان غیر قابل دفاع از آب درآمد که بیضایی تصمیم گرفت بیش از این خرابکاری نکند و بلبل سرگشته را تنها ببیند. نمایشی که او را شگفت زده کرد. او احساس کرد نه تئاترهای اروپایی بلکه نمایش‌های شرقی است که او را به وجد می‌آورد. همان چیزی که سالها بعد بخش عظیمی از پژوهش‌های بیضایی را به خود اختصاص داد. همان روزها بود که بیضایی بار دیگر از علاقه‌اش به نمایش شرقی اطمینان حاصل کرد.
تجربه دیدن فیلم 7 سامورایی در سینما پارک. در میان سیر خنده‌ها و تمسخر جماعت به ظاهر روشنفکر که تنها با سینمای غرب آشنایی داشتند و حرکات و رفتارهای ژاپنی‌های چشم بادامی برایشان حسابی احمقانه بود، بیضایی احساسی خوشایند و استثنایی را تجربه می‌کرد. شاید چون جمع آن را رد می‌کرد، با آن احساس یگانگی می‌کردم. مدتی بعد بیضایی به دارالفنون رفت و در آنجا با افرادی مانند نادر ابراهیمی، داریوش آشوری و عباس پهلوان هم کلاس شد. پس از سالها علاقه و توجه به سینما، حالا حضور در دارالفنون بود که بیضایی را متوجه جهان کتاب‌ها کرد. غوطه‌ور در عوالم ادبیات. او 1 سال پشت کنکور ماند و در همان زمان اولین آثارش یعنی اژدها و آرش را نوشت. تکخوانی‌هایی که سالها بعد بازنویسی و در کنار کارنامه بندار بیدخش تحت عنوان 3 برخوانی منتشر شدند. همزمان از سربازی معاف شد و توسط پدرش به استخدام اداره ثبت درآمد و برای کار راهی دماوند شد و در ایام محرم در روستایی به نام گیلیارد اولین بار تعزیه و شبیه‌خوانی را کشف کرد. شاید بشود گفت برای اولین بار آن اتفاقی که باید در من افتاد، یعنی چیزی را دیدم که حس کردم متعلق به من است، نه از حیث محتوای مذهبی بلکه از نظر شکل نمایشی. خیلی زود به مطالعه و تحقیق و پژوهشی در این زمینه روی آورد و آن زمان بود که مطلع شد خانواده پدریش نسل در نسل تعزیه‌خوان بودند. گام‌های جدی‌تر در عرصه نمایش. بیضایی 1 سال بعد در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران پذیرفته شد که البته دوام چندانی نداشت. 1 سال بعد از او خواستند که موضوع پایان نامه‌اش را اعلام کند و او گفت نمایش در ایران و در جواب شنید در ایران نمایش نداریم و اگر هم داشته باشیم جای آن در دانشکده ادبیات نیست. پس عطای تحصیل آکادمیک را به لقایش بخشید و با انصراف از دانشگاه سرگرم پژوهش‌های آزاد شد. عمده تمرکز او معطوف به کتاب نمایش در ایران و نمایش در شرق بود. پس از انتشار چند شماره از یادداشت‌های نمایش در ایران در مجله موسیقی در سال 1341 اداره هنرهای دراماتیک از او دعوت به همکاری کرد و بیضایی که از کار در اداره ثبت بیزار بود به سرعت این پیشنهاد را پذیرفت. اما در آنجا نیز چندان دوام نیاورد. اول گمان کردند که من آچاری هستم که به هر پیچی میخورم و بعد معلوم شد پیچی هستم که در هیچ دستگاهی جا نمیافتد. بیضایی در طول سالهای حضورش در این سازمان در کنار چند کتاب پژوهشی به طور حرفه‌ای به نمایشنامه‌نویسی پرداخت. آثاری که اغلب به دلیل نوگرایی و نگاه متفاوتی که او به الگوهای کهن نمایشی داشت، اجازه اجرا نگرفتند. او با نوعی نگرش سنتی و فضای انحصاری مواجه شده بود و روزنه‌ای برای ارائه تجارب نوگرایانه خود نمی‌دید. او عملاً به یک کارمند پشت میز نشین تبدیل شده بود، همان چیزی که نفرت او را برمی‌انگیخت. پس از اداره هنرهای دراماتیک جدا شد و از سال 1348 در پی دعوت دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به عنوان استاد مدعو مشغول تدریس شد. در سال 1349 کانون فیلم از او دعوت کرد تا فیلمنامه‌ای به اسم عمو سیبیلو نوشته فریدون هدایتپور را کارگردانی کند. بیضایی احساس کرد داستانش با توجه به اینکه برای مخاطب کودک ساخته می شود بیش از حد تلخ و تاریک است. پس فیلمنامه را بازنویسی کرد و عمو سیبیلی را به عنوان اولین فیلم خود ساخت. بدین ترتیب بیضایی چند دهه پژوهش، تئاتر و سینما را پا به پای یکدیگر پیش برد و علیرغم فشارهای موجود، تیغ برنده سانسور و جزم‌اندیشی‌های دردسرساز آثار متفاوت و ارزنده‌ای ارائه کرد. چند نمایش مهم از جمله عروسک‌ها، سلطان مار، مرگ یزدگرد را بر صحنه برد. اغلب نمایشنامه‌های او اجازه اجرا نمی‌گرفت و فیلم‌های کوتاه و بلندی از جمله رگبار،
سفر، غریبه و مه، کلاغ، چریک تارا، مرگ یزدگرد نسخه سینمایی، باش و غریبه کوچک، شاید وقتی دیگر، مسافران را کارگردانی کرد. یک نامه اعتراضی. فیلم سینمایی مسافران 8مین فیلم بلند بیضایی در سال 1369 و 1370 تولید و در جشنواره فجر 1370 به نمایش درآمد. فیلم با استقبال گسترده مواجه و در بخش جوایز موفق به دریافت 6 سیمرغ بلوری شد. پس از اتمام جشنواره چندین نوبت نمایش عمومی فیلم به تعویق افتاد و بیضایی برای حذف بخش‌های بسیاری از آن تحت فشار قرار گرفت. شرایطی که بیضایی را وادار به اعتراض کتبی و پس فرستادن سیمرغ جشنواره کرد. ازدواج‌ها و فرزندان. بهرام بیضایی 2 مرتبه ازدواج کرده است. بار اول با منیر رامینفر در سال 1344 که حاصل آن 3 فرزند به نام‌های نیلوفر، ارژنگ که در 100 روزگی درگذشت و نگار بود. گرچه این زوج در تئاتر با یکدیگر آشنا شدند، در نهایت مخالف رامینفر با فعالیت‌های هنری بیضایی موجب جدایی آنان شد. بیضایی از او به نیکی یاد می‌کند و اکنون پس از سالها جدایی می‌گوید با همه احترام ممنونم ازش، هرچه که من را تحمل کرد. ازدواج دوم بیضایی با مژده شمسایی در سال 1371 اتفاق افتاد. شمسایی ابتدا در گروه گریم فیلم مسافران فعالیت می‌کرد، اما چند ماه بعد که هیچ بازیگری برای نقش ماهرخ پیدا نشد و پروژه در حال تعطیل بود، ایفای این نقش را پذیرفت که موجب همکاری و همراهی آن دو در فعالیت هنری و زندگی شخصی شد. حاصل ازدواج آنان پسری به نام نیاسان هستش. جلای وطن. بهرام بیضایی تا امروز 3 بار ایران را ترک کرده است. بار اول در سال 1367 پس از ماجراهای فیلم شاید وقتی دیگر در جشنواره فجر. بیضایی ایران را به مقصد سوئد که 1 سال قبل همسر او و همسر اولش و دخترانش به آنجا مهاجرت کرده بودند ترک کرد. اما مدتی بعد به ایران بازگشت و فیلم مسافران را ساخت. بار دوم سال 1375 به همراه مژده شمسایی و فرزندشان نیاسان به فرانسه مهاجرت کردند. تلاش‌های بیضایی برای ساخت فیلم در آنجا بی‌نتیجه ماند و مدتی بعد مجدداً راهی وطن شد. بار سوم در سال 1389 به ایالات متحده رفت و تا امروز نیز در شمال کالیفرنیا اقامت دارد. دلیل این مهاجرت پاره‌ای مشکلات شخصی و همچنین دعوت دانشگاه استنفورد از بیضایی برای تدریس دوره 1 ساله بود. او در این باره میگوید: من نمیخواستم از ایران بیایم بیرون. من نمیخواهم از ایران آمده باشم بیرون. من فکر میکنم اینجا امریکا هم در یک ایرانی هستم. قدر همین اتاق یا قدر همین خانه. بیضایی میگوید دندانم کندند تا نگویم و چشمم تا نبینم، اما پا را وانهادند که ترک وطن کنم، یعنی که در این شهر جای خرد نیست. مرگ یزدگرد تاریخ را از زبان رعیت‌ها روایت می‌کند. معمولاً اکثر افراد ادبیات کلاسیک را به ایلیاد و اودیسه هومر می‌شناسند. کمتر کسی ممکن است با شاهکارهای ادبی نوشته شده در ادبیات فارسی آشنایی داشته باشد. برای مثال، تعداد انگشت شماری از افراد را می‌شناسیم که اثری چون مرگ یزدگرد را خوانده باشند. نمایشنامه‌ای که تاریخ را از نو می‌نویسد، اما قبل از آنکه راجع به خود اثر صحبت کنیم، بهتر است چند کلامی راجع به خالق نابغه آن، یعنی بهرام بیضایی بخوانیم. بهرام بیضایی اسطوره‌ای در ادبیات فارسی. بهرام بیضایی را میتوان یکی از مؤسسان کانون نویسندگان ایران به شمار آورد. او در سال 1317 چشم به جهان گشود و در بزرگسالی به عنوان نویسنده و کارگردانی موفق در ایران شروع به فعالیت کرد.
علاوه بر این او در ترجمه، مقاله نویسی و تدریس در دانشگاه نیز تبحر داشت. تنها با خواندن چند اثر از او به راحتی میتوان به نتیجه رسید که او یک پست مدرنیست است و میتواند داستان‌های پیچیده با ساختاری مدرن خلق کند. او را میتوان از آن دسته از نویسنده‌ها به شمار آورد که هر چارچوب سفت و سختی را به چالش میکشد. جالب است بدانید که برخی از نمایشنامه‌های او به زبان انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، بنگالی، گرجی، ترکی، آلمانی و عربی ترجمه شده است. با این وجود تعداد زیادی از منتقدان ادبی مرگ یزدگرد او را شاهکاری فراموش نشدنی در ادبیات فارسی و سینمای ایران می‌دانند. مرگ یزدگرد یا همان مجلس شاهکشی ابتدا در شماره 15 کتاب جمعه و سپس در سال 1359 به چاپ رسید. فیلمی بر اساس این نمایشنامه نیز ساخته شد که شما را به خوبی با ایران باستان و حکومت ساسانیان آشنا می‌سازد. تاریخ را پیروز شدگانش می‌نویسند. نمایشنامه مرگ یزدگرد بر اساس ماجرای حقیقی مرگ یزدگرد سوم در مرو نوشته شده است. اما تا قبل از این نمایشنامه هیچ کس حتی به این فکر نمی‌کرد که لحظه مرگ یزدگرد سوم واقعاً چه اتفاقاتی رخ داده است. در حقیقت بیضایی به روایت واقعی قتل یزدگرد سوم جزئیات تازه‌ای می‌بخشد. اینکه بین او و قاتلانش یعنی آسیابان، دختر و همسرش چه گذشته است. او در حقیقت با یک ساختار نئو هیستوریسمی و پست مدرنی تاریخ واقعی را به چالش می‌کشد. آیا واقعاً کسی هست که به صدای آسیابان پیر نیز گوش دهد، حرف‌های همسرش را بشنود و بداند که چه بر سر دخترشان آمده است؟ اینها تمامش زاده تخیل بیضایی است. اما اگر او نیز مثل دکتور نویسنده رمان رکتایم هنگام وقوع حادثه این نمایشنامه را می‌نوشت، باز هم کسی می‌توانست به غیر واقعی بودن جزئیات داستان شک کند؟ آیا باید هر آنچه را که در تاریخ نوشته شده است را باور کرد؟ آیا تاریخ را یک انسان معمولی مثل خود ما ننوشته است؟ البته اگر بخواهیم از نگاه فمینیستی یا مارکسیستی به داستان نگاه کنیم، نمایشنامه حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. اینکه چگونه تا بوده حرف کاپیتالیست‌ها و ثروتمندان بوده است، یا اینکه با زنان دوره ساسانی چگونه رفتار می‌شد. زنانی که نه تنها زن هستند بلکه رعیت نیز هستند و برای بقای خانواده تن به چه کارهایی می‌دهند. نمایشنامه یا داستان جنایی. ماجرا از قتل یزدگرد سوم شروع می شود. سپاه او یعنی سرکرده، موبد، سردار و سرباز به جنازه‌ای می رسند که چند نفر در اطراف او گریه می کنند. آنها از 3 متهم اصلی یعنی آسیابان، همسر و دخترش بازجویی می کنند تا بالاخره به قتل شاه اعتراف کنند. داستان جوری پیش می رود که گویی همه در حال تقلا هستند. آنها سعی می کنند تا هر لحظه ماجرایی بهتر سرهم کنند تا از اعدام شدن تفره بروند. این ماجرا و داستان لحظه به لحظه کاملتر می شود تا بالاخره سپاهیان شاه را راضی می کند که اصلا شاهی نمرده است. ماجرایی که توسط زن و دختر و آسیابان بیان می شود تقریبا یکسان است، ولی هر کس با دید خودش به ماجرا نگاه کرده و آن را تعریف می کند. ابتدا می گویند که پادشاه قبل از رسیدن به خانه آنها تا الان مرده بود. کسی که لباس فقیران به آنها پناه برده و کیسه زر با خود داشت. اما پس از مدتی ماجرا را تکمیل می کنند و می گویند که او شاه بود و قصد خودکشی داشت چون از سپاه خودش می ترسید. پس آنها از فرمان او اطاعت کردند، چرا که نافرمانی از فرمان امپراتور نافرمانی از اهورامزداست. سپس ماجرا کاملتر می شود. آسیابان و زن هر دو اصرار دارند که آنها قصد نداشتند شاه را بکشند، ولی چون به دخترشان تعرض می کند او را می کشند. اما قبل از آن که اوضاع به ضررشان تمام شود اقرار می کنند که کسی که مرده اصلا شاه نیست
بلکه همان آسیابان بیچاره است. آسیابانی که برای یافتن غذا برای شاه گرسنه از خانه خارج می شود. شاه هنگام غیبت او به زن پیشنهادهای وسوسه کننده‌ای می‌دهد و سپس وقتی که او برمیگردد آسیابان را می‌کشند تا بعد از آن زندگی راحتی داشته باشند. شاید ابتدا از اینکه کسی متوجه اصل ماجرا نمی‌شود تعجب کنید. مگر می‌شود یک آسیابان فقیر را با شاه واقعی اشتباه گرفت؟ اگر نمایشنامه را نخوانده باشید، ابتدا ممکن است به همین سوال فکر کنید. ولی بیضایی با زیرکی در بخش‌های مختلفی از نمایشنامه میزان شناخت سپاهیان از شاه را نشان می‌دهد. موبد به زمین لگد می‌کوبد. این اوست. این خود اوست. من آن جامه را می‌شناسم. آن زره را که به یک باره زرین است. آن ساق بلند و ساعد پوش. آن مچبند و شکمبند که پاره‌های فلز زر ناب است. آری من پادشاه را می‌شناسم. و مگر شاه نباید بخشی از مردم باشد؟ داستان ابتدا واضح است، اما کمی بعد آنقدر شخصیت‌ها ماجراها را پیچیده‌تر می‌کنند که خودتان هم شک می‌کنید که کسی که مرده آسیابان است یا پادشاه. شخصیت‌های داستان همگی جای خود را با یکدیگر عوض می‌کنند و هر سری یکی از آنها به جای شاه مرده حرف می‌زند. عده‌ای از منتقدها اوج نمایشنامه را نیز در همین بخش می‌دانند. بخشی که در آن تشخیص این که چه کسی مرده و چه کسی زنده است سخت می‌شود. همین پیچیدگی است که این نمایشنامه را از اثری معمولی به شاهکاری ادبی تبدیل کرده است. شاهکاری که به بازتر شدن ذهن و فکر شما کمک خواهد کرد. جملاتی از نمایشنامه مرگ یزدگرد: و من واماندم که چگونه این سنگدلان بر کشته خود می‌گریند. زن: زبانم نال اگر چنین بگویم. نه، پسر من با پادشاه همسنگ نبود، برای من بسی گرانمایه تر بود. پیاده دشمن سوار است و گدا خونی پادشاه. زن: پادشاهی که وحشت پرچم اوست و سپاهش تنهایی است. زن: نمیفهمم، اگر او را میکش مردمی کش بود و اگر نمیکش سرپیچی کرده بود، پس چه باید کرد؟ زن: چاره چیست؟ اگر پادشاه نباشی پادشاه کشی و ما همه به مرگ دردناک میمیریم. پادشاه بودن بهتر است یا مرگ؟ و دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این داستان زیبا رو برای شما بخونم. اگر از این گونه داستان‌ها خوشتون میاد که به صورت فیلم و نمایش هم در اومده باشه، میتونید از کتاب‌های آقای بهرام بیضایی بیشتر استفاده کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.